سلام بچه ها، مکالم از کانال برو ماکان. اومدیم با ویدیو خفن کال آف دیگه بچه. تو این ویدیو اومدیم بریم با همدیگه کال آف موبایل پلی بدیم و اینکه بچه تو این ویدیو یه اتفاق خیلی جالب و خیلی عجیبی افتاد. اونم اینه که بچه ها روی زمین بچه ایچس پیدا کردیم و این خیلی اتفاق کمیابیه تو کال آف. البته خب روی زمین نبود، یعنی روی زمین نیست درست، ولی اینجوریه که ما اینو از دراپ نکشیدیمش و توی مپ پیداش کردیم و اینکه بچه درست اصلا بریم جلوتر بهتون توضیح میدم. واقعا اتفاق کمیابیه بچه تو بازی و بتونم میگم که چجوری میتونین خودتون اچس زمین رو پیدا کنید، یعنی اچسی که واسه دراپ نباشه و هر سیزن هم بچه این هست و همیشه میتونید از زمین برش دارید بدون اینکه برسید به دراپ. اچستون رو میتونید همیشه داشته باشیدش، اما چون اتفاق کمیابیه اونقدر مثلا ارزش نداره وقت بذارید توی مچ تا بخواید مثلا یه 10 دقیقه شاید اونجا بمونید بتونید پیداش کنید، ولی مثلا ارزش نداره دیگه. تا اون موقع شاید خودتون بتونید برین پول جمع کنید دراپ بندازین، اما خب بازم اتفاق خیلی کمیابیه. شاید اصلا خیلی‌ها ندونن اینجوری بتونید برید مثلا بردارید و مثلا انیمیا فکر کنن شما چیتر هستید و ریپورتتون کنن. والا بند چی هستن توی مثلا نمیدونم همین چیزا دیگه از خوان برآوردن ولی دیگه اتفاق افتاد دیگه، چون خیلی واقعا نمیدونن بچه شاید فکر کنن چیتری. و اینکه بچه هم اول بگم شرمنده من مریض شدم و نمیتونم درست با انرژی صحبت کنم. انرژی ها رو که البته ما داریم به هر حال، ولی خب اینکه شاید دستم گرفته باشه از اینجور چیزا بچه‌ها نکنیم. بخوام جدیدن ریوایو بریم اینجوری میشه گیم و اصلا کلا فریز میشه. نگاه منم یهو اینجور از ثانیه یکش میاد و آره دیگه بچه اینجایی که اچ میاد دستم آرتینم هست. اینجا نگاه ریواندو زد، منم ریواندو زدم قافل جیلش کردم. آره بچه اینجایی که اچ رو برمیداریم آرتینم هست و یه سری حرفا میزنن دیگه تو بک‌گراند، خیلی توجه نکنید اکثر چرت و پرت داره میگه و اینکه آره دیگه اصلا خوش داره ویدیو رو میبینم. خب آره بچه‌ها این جایی که یه چیزو میتونید پیدا کنید داخل پلتفرمه. شاید خیلیاتون دیده باشیدش، ولی اینو بیشتر دارم میگم واسه کسایی که ندیدنش. و اینکه حالا بچه‌ای هم که قبلا دیدینش شاید خود دوست داشته باشید مثلا یه بار دیگه ببینید، یا مثلا ببینید مثلا روی زمینش چقدر دمیج میده و از اینجور چیزا که الان بهتون نشون میدم چقدر دمیج میده در حالت عادی روی زمینش. و اکثر اوقات هم چون روی زمین اصلا نمیاد همون جوری دمیجش ثابت میمونه و تو اکثر سیزن‌ها همیشه یه جوره. ای بابا نگاه من گوشیم باز داره خاموش میشه موقع ادیت بود. بچه‌ها جدا از این که داره خاموش میشه الان برقم میره و عالیه. اینجا بچه موتورا رو وارد ماتریکس کردیم. نگاه نمیشد نشست صندلی راننده و میبینید که اصلا این باگ شده، اصلا رفت تو دیوار، موتور اونجا توی دیوار رو دراپ گیر کرد. هم که اومدن فرق کنن خب باری کردیم. آره و اینکه بچه‌ها شرمنده این ویدیو کم دیر اومد. من قرار بود ویدیو رو دیروز بذارم و خب نشد دیگه. اصلا جدیدن نمیدونم چی میشه اینقدر یه سری اتفاق میفته میشه نمیتونم ویدیو رو بذارم، نمیتونم بذارم و آره دیگه دیروزم بچه رفته بودیم بیرون. اینجا بچه خیلی اتفاق جالبی میفته. این همه رفتیم پلی دادیم میشه اتفاق نیفتاد. اینجا بچه یکی لاواشو دزدیدم. اینجا داشت تو واقعیت گریه میکرد و منم یه رفتم فشارش کنم دیگه. البته بچه بعد از اینکه اچس رو بردارم انتقامش ازمون گرفت و از این حرکت عجیبی زد که حالا برسیم به اونجا خودتون میبینید دیگه. و اینجا هم چرا با من این گیم پلیاتو نمیگیری مثلا حرف میزنی روش. و اینکه آرتین هم اینجا هست چرا تو باید میگی تو بک‌گراند ویدیو و اینکه میبینید اچس زمین دستم بچه‌ها. میبینید این اچس رو بچه‌ها اگه میخواید بگیرید، اونایی که حالا نمیدونید میبینید که اچس کلا این مچ و نه حتی نمیخواستم از دراپ آره 100% یه چیز دیگه بهت میده و نمیخواستم بچه برم از دراپ اچس بکشم و با همین اچس زمین خواستم ساخرش پلی بدم که تو خب به نتیجه نرسید و من جو باختم. اما خب دیگه اینجا بچه دیگه خودتون یاسن پینگمو نگاه کنید. اگه میخواید اچس رو بگیرید بچه باید برید از طریق این دستگاه ها که بچه توشون گان میده از اون بغلا بگیرید. احتمالش خیلی کمه بهتون اچس بده، یعنی مثلا شاید از 10 تا 20 تا یه دونش کلا بهتون اچس بده، اما اگه بده خداوکیلی خیلی چیز سمی میشه و کل ما چیزا رو واسهتون فرق میکنه دیگه، متفاوت میشه. ولی خب خواستید میتونید به تست کنید اون کار رو چند بار انجام بدید، یعنی دیگه از این بعد هدف میرید پلتفرم حداقل یه بار تست کنید. سه تا جا داره دیگه، سه تاشو تست کنید. شاید یه دونش معلوم نیست، شاید بعد چند دفعه یه دونش بهتون اچس داد و خیلی چیز عجیبیه دیگه.
البته خب وقت نمی‌کنید مثلا 3-4 بار بخواد هر دونه‌شو بزنید، چون وقتتون میره اصلا دیزون رد شد ازتون اون وقت. ولی خب اگه واقعا خیلی دوست دارید چیز رو زمین بردارید میتونید تست کنید دیگه. چند مچ بیان اولاش از تو پلتفرم تست کنید، شاید بهتون مثلا یه دونش اچ داد دیگه. و اچ هم که بچه‌ها خدا وکیل چیز خوبیه، چیز روی زمینم. البته خود اکتیویژن اگه شاید بچه من احتمال میدم، هنوز مطمئن نیستم که سیزن آینده قراره چه گانای روی زمین بیاد. حالا اگه اون گانایی که قراره بیاد اخبار مثلا خود اکتیویژن گفت، خودم واسه این ویدیو میسازم در کنار اینکه حالا دست اون جایزه ها و اینا بهتون میگم که چجوری هم وقتی رنگ ریست بشه دیگه بهتون میگم هم چجوری جایزه رو بگیرید، هم میگم چه گانای احتمالاً روی زمین هست سیزن بعدی. چون بچه‌ها این فکتی که دارم میگم یه جورایی میتونه اشتباه نباشه و چیز غیر طبیعی نیست، چون اچ لجند اومده حدس میزنم میتونه سیزن بعد نگاه چه نیدی انداخت، حدس میزنم میتونه سیزن بعدم مثلا اچ روی زمین باشه. چون اگه یادتون باشه اون سیزنات که تازه اچ لجند اومده بود، اچ لجند قدیمیه، اون سیزن بچه‌ها اچ آوردن روی زمین و اون موقع هم اچ خداوکیل قوی بود دیگه. و از اون موقع تا الان فکر کنم اچ تا حالا روی زمین نیومده. یعنی اکتیویژن اینجوری بود که خب دیگه یه سیزن آوردیم روی زمین دیگه، بار تا 5 سال دیگه و شاید این سیزن هم بیاده. ولی خب مطمئن باشید اگه این دفعه بیارتش روی زمین حداقل یه 50 سالی مثلا این طورا دیگه قرار نیست چیز بیاد رو زمین. و نمیم چرا اچ اصلا نمیارن رو زمین. شاید بچه‌ها نمیم شاید میتونه به این مرتبط باشه که اچ رو نمیارن روی زمین، اینکه پلیرها اون وقت دیگه از دراپ مثلا گان نمیکشن و مپ شاید اصلا کلا سبک بازی همه سرورها بازیشون فرق کنه. شاید کلا نمیم شاید میتونه به همچین چیزی ربط داشته باشه. مطمئن نیستم، خیلی چیز فکت عجیبیه اگه مثلا دلیلشون یه چیز مرتبط با این باشه. اما دیگه بچه واقعا خیلی از پلیرها اصلا از دراپ گان استفاده نمیکنن. شاید یه ذره یه جوری باشه مثلا بازی یه ذره تغییر کنه. و اینکه بچه باتا هم سوار ماشین میشن و فکر کنم حتی باتا بچه گاندراپ میکشن. این دیگه خیلی چیز سمی بود که جدیدن فکر کنم باتا گاندراپ از اینجور چیزا هم دستشونه. یا شاید من پلیرای باتی زدم که مثلا گاندراپ داشته یا هر چیزی. بچه اچ رو زمین هم بچه خوب بود، همه رو وان شات کردم. البته خب بگم که این پرکایی که من دارم تقریبا همه لجنده و دیگه واقعا با این پرکا اگر این پرکا روی رایفل هم کار میکرد با همین منطق با یه دونه تیر طرف میمرد. به هر حال دیگه همه بهترین پرکا رو دارم. و اینکه بچه‌ها اینم مچ اچ بود، تموم شد مچ که اچ هستم بود و خداوکیل خوب بود، تقریبا همه رو وانشات کردم. ولی یه مشکلی که داشت، یه جورایی تنها مشکلش هم هست که همیشه هم همینه، فقط مشکلش اینه که بچه‌ها نمیتونید شما در حالت عادی مثلا روی زمین پیداش کنید و خیلی احتمالش کمه. بچه‌ها دیدین اینجا اصلا گیم من فریز شد، یه ثانیه یارو دستگاه زد گیم من فریز شد. و آره دیگه اینجا میدونم چطور داشتم شاید تاکسیک فشار فوش، ولی خب دیگه آره دیگه یکی گرفتم باش پریدم پایین دیگه. بچه‌ها این چند مچه خداوکیل خوب بازی کردم، گیم پلیش هم از دست دادید بچه. خداوکیل اینجا رو خوب بازی کردم، چند تا سولو به اسکواد موندم که یه دونش فکر کنم وین شد یه دونش وین نشد، که کلا خلاص گیم پلی زیاد دارم. این اینترنت هم فکر کنم قطع نمیشه دیگه بچه. هنوز مثلا اینجوری نشده که خیلی خیلی ریسک 90% باشه که مثلا قراره بشه اینترنت قطع بشه نشه. اگرم براتون سوالی که چرا فقط شماره 3 یعنی آواشو ریوایو کردم، اینم دلیلش. اچ اسکلتی داری داداش باید اسکینشو برداری. میگه بچه‌ها چون اچ اسکلتی دستته باید بری اسکین اچ اسکلتی رو برداری. هرچند فکر کنم اچ اسکلتی اسکین نداره واسه بتل پس و واسه بتل پس هم اسکین نداره. آره خلاصه دیگه واسه همین ریوایوشون کردم. این چرت و پرت میگفت شماره یک دختره او اینکه اسکین گردونه داره، بعد شماره که مونم اسکین گردونه داشت. این اسکینه که خیلی واسه سویچ برید خداوکی خیلی اسکین خوبیه. خداوکی نمیدونم چجوری چرا این اسکینا به اینا میرسه. خب عیب نداره دیگه، بالاخره شرط همه با هم یکی نیست، قرار نیست عادلانه باشی بازی کال آف دیوتی موبایل. ولی خب آره دیگه یه ذره زیادی با تسلک بودم، من ریوایوشون نکردم دیگه. این زمین زد تاکسیک بازی در آوردم، یارو 2 بار زدم. خب کنید این خوش رو ریوایو کرد. این دیگه احساسی خیلی زیاد گنگی بودن داشتم، گفتم اوه من چقدر خفنم. اینجا بچه‌ها موندم تک به 4. الان آوش راش میده که یو
از اسکواد 4 نفر 5 نفر میرزن سرش میکشنش. همین میبینید دیگه. اینجا هم کیلمو دزدی طرف، یعنی این با اونا نبود درست نکنید خودتون اینجا میشه دیگه. من میام بالا بچه‌ها، این طرف اومد بالا خواستم بزنمش، پریدم پایین بچه‌ها. ما اومدم میشو بزنم یهو دیدم 2 نفر سمت راست من، آواشم خیر سرش اومد کاور من و یهو 5 نفر دیدم اونجا. یه نفرم داشت سمت چپش میومد، یه نفرم که اومده بود پیش من. اینجا پریدم یه شات خفم بهش زدم خفن. آره و وقتی اومدم بالا فیچش بدم بچه اصلا اینجا نبود. یعنی من نمیدونم تو چه حالتی تونست فرصت کنه بپره مثلا بره پایین یا لجه، من هیچ جام ندیدمش دیگه. و خیلی هم بی‌دلیل اینجا مردم. درست بچه اینا رو من نمیزنم ولی خیلی بی‌دلیل مردم و اصلا انقدر چیز اتفاق عجیبی افتاد و چرت و پرت بود دلیل مردنم که دیگه من واقعا میتونم بگم همش به خاطر نتو اینا بود بدون بهونه واقعا. و خودتون ببینید دیگه. اینجا نکن، اینجا یه شات به این میزنم، آقاش اینجا بهم گفت ما کنیم که بکته 2 نفر. اینجا نکن بچه، من میام این سمت اچسو میگیرم دستم، میام یارو بزنم، طرف از بالا سمت چپ میپره، بعد من میام اینجوری بزنمش، طرف غیب شد بچه، یور رفت و وارد ماتریکس شد، رفت یه جهان دیگه اصلا کنم. و آره دیگه منطقی بود خلاصه. و اینکه بچه این بود از این ویدیو. ممنون میشم بچه‌ها. جون کانال تلگرام و روبیکان بدین، اونجا تمام اخبار ویدیو رو میذارم، ویدیو جدید میذارم، لینکشو میذارم. ممنون میشم بچه‌ها. ویدیو لایک کنید، کانال دنبال کنید اگه از ویدیو لذت بردین. اگرم که نه حیف یوتیوب دیسلایک نداره، وگرنه آپارات که دیسلایک نداره یوتیوب هم فقط دیسلایکشو برداشتن دیگه. متاسفانه نمیتونید ویدیو دیسلایک کنید اگه خوشتون نیومد، ولی خب حالا دیگه دمتون گرم. اگه ویدیو رو دوست داشتید ویدیو لایک کنید، کامنت هم واسم بذارید بچه‌ها، خیلی کمک میکنه. من به عنوان کسی که 1 سال واقعا داره ویدیو میذاره و ویدیو من بد نیست واقعا، شما خودتون به نظرتون دارین ویدیو خیلی بدی میبینید یا ویدیو بچه سالانه‌ای به نظر میاد، حالا هر چیزی دیگه، به عنوان کسی که 1 سال داره ویدیو میذاره بچه من هیچ درآمدی ندارم. حالا شاید به خاطر این باشه که اصلا فیسم رو ویدیو هم نیست و از اینجور چیزا، ولی خب این واقعا برای کسی که 1 سال داره ویدیو میذاره چیز عجیبیه دیگه. آقا بس وایس از اول میگیرم زیاد اینجا بهونه آوردم بچه. اینجا رو کنید همونجا که گفتم آقاش انتقام گرفت، اینجا مثلا اومد نید بندازه، نه من مثلا واسه کی اومد نید بندازه. بچه اگه یه اسکواد مثلا 20 ثانیه الان بچه اینجا که 2 نفر میاد، اگه 20 ثانیه زودتر میومدن رفته بودیم لابی واقعا، یعنی رفته بودیم لابی فقط به خاطر اینکه آقاش اصلا معلوم نبود چی میخواست چی کار دقیقاً انجام بده. من چی با خودش فکر کرد مثلا سوپرمن بازی در بیاره. و شما واقعا بچه بدونید که وقتی میخواد نید مستقیم پرت کنید سرعتتون با نیدتون یکیه و قطعاً بغل نیدتون میترکید. اینجا هم بچه اومدم با طرف شاخ شدم و ماشینا رو عوض کردم دیگه. بچه مرسی که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم لذت کافی رو برده باشید و حالش کرده باشید و تا ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.